سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بریم پیست دوچرخه سواری، میخوایم بریم باغ فدک، بزرگترین پیست دوچرخه سواری کل خاورمیانه. به نظر خیلی جای قشنگ و باحالی میومد. دیگه تصمیم گرفتیم که آخر هفتهمون رو اینجوری تمومش کنیم. با ستایش و نیایش میریم که اونا هم تو راه به ما ملحق میشن. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و حالتون خوب بشه. همون اول مسیر خیلی هیجان داشتیم، راه افتادیم. وقتی رسیدیم دیدیم پیست نزدیک برج میلاده و خود پیست رو اصلا پیدا نمی‌کردیم. یه عالمه این ور اون ور پرسیدیم و گشتیم تا بالاخره پیداش کردیم. وقتی رسیدیم واقعا ارزشش رو داشت، هوا عالی بود و منظره خیلی قشنگ بودن. تقریبا 5-6 کیلومتر هم پیاده هم با دوچرخه رفتیم که از پارک فدک تا پارک بردیسان. دیگه کم کم هوا تاریک شد و حسابی خسته بودیم، ولی انقدر خوش گذشت که اصلا خستگی به چشمون نمیومد. یکم هم وایسادیم و کلی عکسای خفن و قشنگی گرفتیم. بعد دیگه تصمیم گرفتیم که برگردیم، چون هم هوا خیلی داشت تاریک میشد، هم این که دیگه دیر بود. بعد راه برگشت رو شروع کردیم، ولی مسیر انقدر تاریک بود که بعضی جاها واقعا میترسیدیم و اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم که توی شب بخواید از پیست دوچرخه برگردید، چون هیچ چراغی روشن نبود و ما کل مسیر رو با چراغ قوه گوشی برگشتیم. و از شدت گرما آتش نگم همه آبامون وسط راه تموم شده بود که آخرش رفتیم یه کافه کوچولو که هم فضای آرومی داشت هم خیلی قشنگ بود. یه شیک و یه لیموناد زدیم به بدن و جون دوباره گرفتیم. بعدش دیگه راه افتادیم سمت خونه و من انقدر خسته بودم که توی ماشین خوابم برد. آخر شبم غذا خوردیم که البته یادم رفت ازش فیلم بگیرم، ولی در کل یکی از روزایی بود که تا مدت ها تو ذهنمون میمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.